صبح زود بود که توی نیوان پر از گل‌های شمدونی از خواب پا شدم و لفت و شکار رو جمع کردم. بعد کتری رو پر آب کردم و گذاشتم رو گاز و تا چای دم بکشه رفتم ایوانی که یه عالم شکوفه آلبالو ریخته شده بود رو جارو زدم. با شقایق‌ها حرف زدم و یه پارچه نخی خوشگل که تازه خریده بودم رو تو حیاط شستم و انداختمش رو من. شکوفه ها رو از حیاط هم جارو زدم. بعد پارچه عروسی رو بردم پیش خیاط. اینجا که می‌بینید حیاط بابامه که یه عالم بهار نارنج رو زمین ریخته شده. یکمیش رو جمع کردم و بقیه رو جارو زدم. بعد با کمک آریا تنور هیزومی رو برای مرغ‌های شکمپر به راه کردیم. اینجام خزانه برنج که هفته پیش درست کردیم. الانم آماده شده برای کاشت مزرعه برنج. مرغ‌های تنوری که آماده و سرخ شدن باهاش نهار خوردیم. چون یه تولد هم داشتیم چای رو توی حیاط دم کردم و کیک تولد رو آوردم توی حیاط بینشون تقسیم کردم. چای و کیک تولد رو که خوردیم از اونجا رفتیم استخر ماهی که حیاطش عین بهشت بود. یه چرخی هم کنار دریا زدیم. اینجا یه روستای خوشگل توی محلمونه که یه طبیعت زیبا و بکر و نابی داره. خیلی خوشگله. یه مسجد خیلی قدیمی هم داره.